حالا لباس پوشیده شد، احرام زده شد، نیت شد. ما چی رقم نیت میکنیم؟ نیت رو که کردیم، بعد از نیت 3 مرتبه تلبیه گفته میشه. این تلبیه دیگه داخل میکنه ما رو به احرام، داخل میکنه ما رو به از زمره سربازان این رکن پنجم اسلام، سربازان الله سبحانه و تعالی، ضیوف الرحمن. حجاج ضیوف الرحمن گفته شده، مهمانان پروردگار عالم، مهمانان ذات اقدس الهی. حاجی وقتی که نماز خواند، بعد از نماز، بعد از نیت، تلبیه سر میده، لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک. چی معنا؟ لبیک یعنی به خدمت. یا الله گفتی لباس را از تن بیرون کن، بیرون کردم. لباس های دخته شده را از تن بیرون کن، بیرون کردم. یا الله گفتی لباسی بپوش که دخته نباشه، دخته نیست. یا الله لباسی گفتی بپوش که کیسه نداشته باشه، نداره، دو تا تکه هست، نشانی کفن هست. لبیک. یا الله گفتی در این راه پول بده، پول دادم. یا الله گفتی حرکت کن، حرکت کردم. گفتی بیا به سرزمین گرم سل، گرم، بیا در او وادی که ابراهیم علیه السلام قدم زد، بیا قدم بزن. همه اینها لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. به خدمت استاده‌ام یا الله، به خدمت استاده هستم، به خدمت او ذاتی که لا شریک لک، شریک برای تو نیست. ان الحمد والنعمت، تمام حمدها و تمام نعمتها از آن توست، والملک و پادشاهی از آن توست، لا شریک لک، شریک برای تو نیست. چقدر این شعار، این تیری خنجریه که بر قلب شیاطین میخوره، بر قلب شیاطین. سفر حج سفریه که شیاطین جنی و انسی به لرزه در میاره، دنیای کفر میلرزانه. زبانهای مختلف، رنگهای مختلف، نژادهای مختلف، از کشورهای مختلف، همه یک ندا، یک صدا، همه یک شعار. او شعار چقدر زیباست. این شعار من و شما هم یک زمزمه میکنیم به امید این روزی که همه ما عازم این سرزمین، خواهر و برادر عازم این سرزمین بشه. لبیک اللهم لبیک. بگیم همه هم صدا، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر. الله نصیب من و شما بگردانه که به او سرزمین این شعار سر بده، به او سرزمین در منا، در عرفات، در مزدلفه چی لذتی داره. میبینی پدر 100 ساله کمری خم خورده میگه لبیک، طفل 7 ساله میگه لبیک، مادر 70 ساله میگه لبیک، پیر و جوان، عرب و عجم، سیاه و سفید، همه میگن لبیک. به اینه که چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خیش گم کند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند خارترین و ذلیلترین روز برای شیطان روز عرفه هست. میگن شیطان رو دیدم در یک وادی که خاکهار بر سر خود میریزانه. ذلیلترین، خارترین روز برای شیطان همان روزه.
شیطان میگه من یک نفر یک بنده الله 50 سال 60 سال گمراه کردم، او به گناه آلوده کردم، ده ها و صدها گناه کرد، او تا نزدیک به مسیر جهنم بردم، امروز وارد عرفات میشه، الله او رو میبخشه. امروز به عرفات داخل میشه، الله قلم عفو بر گناهان از. بعضی اقوال میاره که هر حاجی که همان افرادی که به دعای خود یاد میکنه الله اونها را میبخشه. از تمام حجاجی تقاضا دارم که در حق همه امت اسلامی دعا کنید، خصوصا به حق ملت افغانستان، به حق حکومت اسلامی خود، برای بقا و دوام و ثبات حکومت دعای خیر داشته باشید. اونجا شما سفیرانی هستید، شما نمایندگانی هستید که عازم سرزمین دوست میشوید و به او سرزمین به نمایندگی امت اسلامی و به نمایندگی این سرزمین که سالها درد کشیده. چقدر زیباست که وقتی دستان خود را شما عزیزانی که به او سرزمین میروید بلند کنید، برای ملت رنج دیده افغانستان دعا و برای حکومت خود و مسئولین خود دعای خیر داشته باشید. این احرام بود. حالا تلبیه گفت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. گفتیم جسمای ما اینجا هست، ولی احساس بکنیم روحن که ما رفتیم. همین خود ما و شما الان به میقاتیم حرکت کردیم. حاجی حرکت میکنه، وقتی به موتر می نشینه تلبیه میگه، وقتی از هر بالاخره تندهی که پایین و بالا هست موتر پایین و بالا میشه تلبیه میگه، دشت و کوه و اینها تلبیه. در حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که تلبیه میگه، تلبیه گفتن برای مردان سنته که بلند بگن و برای زنها سنته که آهسته بگن. صدای زن حتی ببینیم در تلبیه هم بالا نمیشه، باید صدای و حفظ باشه. اینا جایگاه زن رو نشان میده. چرا بعضی خواهران نمیفهمن، نمیدانن، فکر میکنن خدای نخواسته اسلام حقوق اینا رو پایمال کرده. این عزت اینا هست، این حرمت اینا هست، این جایگاه اونها هست که صدای او را کسی نشنوه، چهره او را کسی نبینه. این لطف الله، فضل الله هست که برای زنان امت اسلامی شده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در هر مکانی که صدای تلبیه، درخت، سنگ، در، دیوار، هر چیزی که صدای تلبیه را میشنوه، روز قیامت به پیشگاه الله شهادت میده که بار الها این بنده تو بود که در توحید و در مسیر حج روان بود و ما شهادت میدیم که این خاص به خاطر تو و در خدمت دین تو قرار داشت. چقدر نعمت عظیم و بزرگ. درخت، سنگ، در، دیوار همه شهادت بده. حاجی وارد میشه به مکه مکرمه. وقتی وارد مکه مکرمه شد، خب امروزه هتل هست، حاجی میره ساک خور وسایل و اسباب خود میگذاره و بعداً نیازی به وضو بود، وضو تازه میکنه، امکاناتی بود غسل میکنه و بالاخره احرام داره، حرکت میکنه، میایه به طرف کجا؟ میایه به طرف مسجد الحرام. طرف مسجد الحرام که آمد. خب قبل از این که ارتباط به مسجد الحرام اشاره کنیم، یک اشاره مختصری. حاجی که مجردی که احرام بسته کرد باید متوجه باشه که دیگه لباس نپوشه تا دمی که احرام به تنیونه، لباس دوخته شده. متوجه باشه که موهای سر خودر، موهای بدن خودر دیگه باز کوتاه نکنه وقتی که احرام داره، خوشبویی نکنه، متوجه باشه ناخونا خور نگیره. اینها مسائلیه که باید متوجه باشه. مسئله آمیزش نمودن با همسر و مسئله بوسه زدن و لمس و اینها که مسائلی که زن و شوهر به اونجیان، تا وقتی که این احرام داره، با مجردی که از احرام بیرون شد کل قیودات برداشته میشه. از احرام که بیرون شد، حالا حاجی وارد مسجد الحرام میشه، من و شما دیگه وارد مسجد الحرام میشه. داخل مسجد الحرام شخص که داخل میشه اولین مرحله پای راست خود را میگذاره، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم، یا این درود ابراهیمی رو میخوانه یا همین قدر میگه اللهم صل علی محمد و سلم، اللهم افتح لی ابواب رحمتک. پای راست خود را میگذاره و داخل مسجد الحرام میشه. به یاد داستان چند روز قبل افتادم.
اولین پروازی که از اندونزیا میایه، یک خواهر وقتی وارد مدینه منوره میشه، گرچه 3 روز قبل بود، تا دیروز هم میگفتن تا حال به هوش نیامده، به مجردی که وارد مسجد النبوی میشه چشمش به گنبد خضرای جناب محمد رسول الله میفته، بیهوش میشه، تا به حال به هوش نیامده. خدا میدانه این چند ساله که به عشق مدینه هست، چند ساله که این در فراق مسجد النبوی هست. چی لحظیه که انسان اولین مرحله وارد مسجد الحرام میشه، حالا این که در مدینه داخل شده، اون لحظه‌ای که حاجی وارد مسجد الحرام میشه، برای اولین مرحله چشمش به کعبه معظمه و مشرفه میفته. علما بیان میکنن که یکی از لحظات اجابت دعا همین لحظه‌ایه، همین چشمتو که به کعبه معظمه افتاد لحظه اجابت دعای. دعا کن، هر دعایی که بکنی به اجابت نزدیکتره. وقتی وارد مسجد الحرام میشه چشمش به کعبه میفته، میگه اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انت السلام، نام مبارکت و ای الله سلام هست، و منک السلام، از جانب تو سلامتی هست، تبارکت، تو مبارک هستی، یا ذا الجلال والاکرام، ای پروردگاری که این لطف تو و مرحمت تو بودی که مرا اینجا کشانده و اینجا آورده. به اینه که مسجد الحرام که داخل شد، در هر مسجدی که ما داخل میشیم تحیت المسجد هست، اما مسجد الحرام تحیت المسجد نداره که ما 2 رکعت نماز بخوانیم. تحیت المسجد الحرام چیه؟ طواف. مستقیم به طواف شروع میکنه، میای حاجی مقابل حجر الاسود شروع میکنه به طواف. به مقابل حجر الاسود که رسید، اینجا حاجی دیگه احرام داره، استباء و رمل. شانه خودر، شانه چپ خودر بیرون میکنه، شانه راست خودر میپوشه، شانه راستر بیرون میکنه و شانه چپ پوشیده هست. 3 طواف رمل داره. استباء همینه که یک شانه پوشیده نباشه، این هر دو ردا از پشت انداخته میشه و بعداً در 7 شوط، یک طواف 7 شوط داره، یک گردش 1 شوط میگه. وقتی که در کتابا میخوانیم 7 شوط یعنی 1 طواف. حاجی شروع میکنه به طواف، طوافی از حجر الاسود شروع میشه، پس به حجر الاسود ختم میشه. 3 شوط اول رمل داره، پهلوانی داره. 3 شوط اول پهلوانی داره، سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم. سال اول که حجاج به طرف مکه آمدن، مسلمان ها که آمدن امرای نبی کریم صلی الله علیه و سلم در عمره بودن و بعضی هم میگن در حج قرار داشتن، اما چون در حج مشرکین و اینها نبودن، در عمره نبی کریم صلی الله علیه و سلم، مشرکین سر کوها نگاه میکردن، میگفتن آب و هوای مدینه چنان گرمه و که مردم ضعیف شدن، لاغر شدن، هیچ چیزی بالاخره قوت و توانی به وجود از اونا نمانده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای صحابه گفتن در 3 شوط اول شما پهلوانی کنید، خب با قوت بدویم که دشمن شما رو ببینه که شما قوی هستی. پس از این معلوم میشه که حج تنها بعد عبادی نداره، حج بعد سیاسی داره. در مراسم حج دنیای کفر باید بلرزه. در مراسم حج دنیای کفر باید بفهمه که این امت رو نمیتوانه پارچه پارچه کنه. مراسم حج درس ها داره، درس ها که نمیشه الان چون بحث ما ارتباط به مراسم حج که درس های اشاره کنیم. بزرگترین درس اینه که وحدت امت اسلامی رو نشان میده. از افریقا آمده، از اروپا آمده، از امریکا آمده، از تمام دنیا، از شرق و غرب آمده، همه در کنار کعبه معظمه و مشرفه پشت سر یک امام. این مصیبت حالی به این کشورها دشمن آوردن. فلان جا نماز نخوان که امام یوسفیه، فلان جا نماز نخوان امام تبلیغیه، فلان جا نماز نخوان که امام سلفیه، فلان جا امام نخوان که بالاخره. اینا دشمنان اسلام. تمام مذاهب حقی امت اسلامی در سرزمین حج حضور دارن، همه حضور دارن. شافعی، مالکیه، حنبلیه، جعفریه، حنیفیه، بالاخره سلفیه، از تمام امت اسلامی، تمام فرق امت اسلامی در حج حضور دارن، همه پشت سر یک امام. الله اکبر، همه میگن الله اکبر.
یکی رفع یدین میکنه، یکی نمیکنه، یکی دستای بلند بسته، یکی پایین بسته. بالاخره همه اینها به اونجا این در سر میده که هو سماکم المسلمین، ما یک نام داریم که اون نامم نام ما مسلمان است، یک نام دیگه، بیشتر نام نیست. پس به اینه که شروع میکنن به طواف. از حجر الاسود شروع میشه، استوا و رمل، استوا و رمل. 3 شوط رمل داره، 7 شوط استوا. با مجردی که طواف خلاص شد شانه پوشیده میشه. یک متاسفانه بدبختی دیگه هم هست، حاجی که از داخل میدان هوایی میگم احرام بسته کنیم، از اینجا دیگه شانه مسکین بیرون کرده. اولی زنها در کنار تو استاده، شانه رو بپوشان. دوم مانده استوا، این شانه فقط و فقط در طوافه. بعضی مسلمان ها رو میبینید داخل صفا و مروه که کلرای یخی داره که شانه مسکینه به درد میاره، بازم بالاخره میبینی شانه رو بیرون کرده. ثواب نداره، ثواب چیزی داره که رسول الله گفته باشه. استوا در طواف، طواف خلاص شد استوا خلاصه. حرکت میکنه 3 شوط رمل، بعد از 3 شوط پس عادی طواف کردن، نگاه کردن طرف کعبه عبادته. هر ذکر و دعای داری در طواف دعا کن، راز و نیاز کن. به پرده کعبه یک چیزی نوشته هست، او را که نگاه کنی شاید تأثیراتت بیشتر و بیشترتر بشه. به پرده کعبه نوشته هست نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم. نبع، خبر کن بندگان مرا که من ذاتیم که غفور و رحیم هستم. من ذاتی هستم که بخشنده هستم. من ذاتی هستم که در گرد این کعبه گناهکاران 70 ساله را می بخشم. نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم. در بین رکن یمانی تا حجر الاسود که رسیدیم دعای مخصوص سنته، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. این دعاییه که بین رکن یمانی و حجر الاسود. رکن یمانی دست کشیدن سنته، حجر الاسود بوسیدن سنته. اگر توان بود، اگر توان نبود، اذیت می شدی، کسی را اذیت می کردی، امی دست خود را هم به حجر الاسود زدی، درست بوسه بزن. اگر دست تو هم به حجر الاسود نمی رسید فقط ازم دور، بسم الله الله اکبر الله اکبر، حجر الاسود را سلام بکن، شروع کن به طواف. 7 شوط گشتی، یک طواف، طواف ختم شد میایی به آب زمزم. اول میایی به مقام حضرت ابراهیم 2 رکعت نماز میخوانی. 2 رکعت نماز واجب ادا کردی، میری آب زمزم نوش جان میکنی. آب زمزم، این آبی که قلب رسول الله شستشو داد، آبی که قلب رسول الله در شرح صدر جبرائیل علیه السلام. آب زمزم به دست کم نگیرید عزیزان من. جبرائیل از بهشت میآید، ظرف با خود میاره. خب میتونست از آب بهشت بگیره، از نهرها و جوهای بهشت آب بیاره، نه میآید از آب زمزم میگیره، قلب رسول الله شستشو میده. آب زمزم نوش جان میکنیم، حالا میریم طرف صفا و مروه. وقتی به طرف کوه صفا و مروه بالا میشیم چی میگیم؟ در اونجا الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. بالا میشیم طرف کوه صفا، جاهایی که اجابت دعا هست. کوه صفا رو به طرف کعبه. به کوه صفا که استادشیم کعبه میبینیم، کعبه میبینیم، دعا میکنیم، حرکت میکنیم رو به طرف کجا؟ صفا و مروه. از کجا شروع میشه؟ از صفا. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر پروردگار هست. وقتی که از صفا پایین شدیم بین میلین الاخضرین چراغ‌های سبز که هست اینجا میدویم. 2 هفته قبل ارتباط به تاریخچه کعبه و حضرت هاجر و اینها صحبت کردیم. اونجا میدویم تا میرسیم به مروه. به کوه مروه که بالا شدیم کعبه دیده نمیشه، ولی جایی که رو به طرف کعبه دعا میکنیم. باز حاجی دعا میکنه در حق خود، در حق خانواده خود، در حق قریه و منطقه و شهر و کشور و مملکت خود و در حق هم امت اسلامی دعای خیر. از صفا شروع میشه تا به مروه. 7 مرتبه که بریم، هفتم به کجا ختم میشه؟ به مروه ختم میشه. وقتی به
مروه رسیدیم، صفا و مروه ختم شد. حاجی تمتع به اینجا چه کار میکرد؟ قبلا اشاره کردیم. حاجی که تمتع بود سرخور میتراشه، اختیار داره، میخواه موآخر کم کنه، میخواه حلق کنه بتراشه، ولی حلق اجر و ثوابی بیشتره، فضیلتی بیشتره. تراشیدن سر افضلیت داره. سر خود رو میتراشانه، تمام از احرام خلاص شد. حاجی دیگه میره به اتاق خو، لباس میپوشه، حالا دیگه انتظار میکشه تا روز 8. حالا خدا کنه که روز به شوال آماده باشه، به ذوالقعده آماده باشه، انتظار میکشه تا مثلا حجاجی که الان به مدینه منوره رفتن، حجاجی که الان به مکه مکرمه رفتن، اونایی که حجی تمتعن از باب مروه بیرون شدن، سر خود را حلق کردن و بعدن میرن به اتاق خو، لباس میپوشن، بعد از این استراحت میکنن. 5 وقت نماز میآیه حاجی به مسجد الحرام نماز میخوانه، طواف نفل میکنه، با لباس هایی که داره طواف میکنه، نماز میخوانه، دعا میکنه، تلاوت میکنه. به اینه که عبادات دیگه، هر عبادتی در اونجا 100,000. تنها مسئله نماز نیست عزیزان من، تلاوت قرآن. یک قرآن در مسجد الحرام ختم کردی معادل به 100,000 قرآن هست. یک افغانی در اونجا صدقه دادی، 1 روپیه صدقه دادی، 1 درهم صدقه دادی، معادل به 100,000 هست. هر عبادت، ذکر و دعا و تسبیح و تهلیل و اینها، همه بالآخره در اونجا اجر و ثواب و بیش از بالآخره 100,000 و 100,000 که در حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفتن. گرچه بعضی علما میگن نه، در حدیث صلات آمده، تنها نماز هست، و اکثریت علما بر این نظرن که نه، عبادات مسجد الحرام تمام عباداتش به اونجی همان افضلیت داره. حالا حاجی چه کار شد؟ خود را حلق کرد، سر تراشید و بعد از تراشیدن سر میایه به اتاق و استراحت و اینها، انتظار میکشه تا روز چندم؟ انتظار میکشه روز 8 ذوالحجه. روز 8 ذوالحجه. روز 8 ذوالحجه حاجی از مسجد الحرام، از مکه مکرمه، از داخل اتاق خوب، بالاخره از اون سرزمینی که در جایی که قرار داره در مکه مکرمه، احرام میبنده. دوباره احرام که بسته کرد، پس تلبیه سر میده، نیت میکنه اللهم اینی ارید الحج. حالا دیگه حجی مفردم اگر بود، حجی مفردم همین نیت رو میکنه. حجی قرانی که قبلا اشاره کردیم، از باب مروه که بیرون شد، سرخور نمیتراشه دیگه، او حجی قرانه، او هم انتظار میکشه روز 8. خود حجاج میره به امرای، او هم میره در مراسم و در اینها. بحث ما حجی تمتعه، احرام بسته کرد، تلبیه میگه و بعدن اگر وقت و فرصتی بود میره حرم طواف میکنه، که نبود بالاخره روز 8 حرکت میکنه، میره رو به طرف مراسم. روزهای مراسم 5 روز یا 6 روزه. تمام مراسم حج برای یک انسان که حج فرض در طول عمر، تمام مراسم این یا 5 یا 6 روزه. حجی حرکت میکنه، میره به طرف کجا؟ به طرف منا. روز 8 به یاد شما عزیزا، ما و شما دیگه به مراسم میریم، طرف مراسم روانیم. این روز 8 ذوالحجه حرکت کردیم. 5 نماز در منا سنته، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشاء، نماز صبح. این 5 نماز سنته. حالا اگر بعضی حجاج ما ساعت عصر به منا بردن، مشکلی نداره، سنت ترک شده. بعضی حجاج ما نصف شب از منا میبرن، به خاطر که ازدحام و اینها هست، میبرن طرف عرفات، نماز صبح منا نخونده، مشکلی نداره، ترک سنت شده، اشکالی نداره، یعنی حجی و خراب نمیشه. ولی سنت اینه که 5 نماز در منا خوانده شه. نماز صبح که خواندیم، آهسته آهسته حاجی عزم و اراده این را میگیره که او انتقال میدن روز 9 کجا؟ در عرفات. حاجی میره به عرفات. وقتی که به عرفات رسید، در وقتی که میرسه مسجدی به نام مسجد نمیره، در اونجا که بعضی مسجد نمره میگن و بالاخره یا نمره میگن، نه نمره نه نمره، مسجد نمیره. مسجد نمیره. یکی از دوستایر نمیتونست گفته، میگفت امو مسجد نمره عادت کردم. گفتم ای به یادتو باشه که او مسجد هیچ جا نمیره، همونجا استاده. همین نمیره به یادتو باشه، مسجد نمیره میشه دیگه.
حجاج میرن کنار او مسجد، انتظار خطبه میکشن. خطیب میایه، از آن گفته میشه، خطبه داده میشه، نماز ظهر و نماز چی؟ نماز عصر در وقت ظهر خوانده میشه. هر دو نماز. این نماز وقتی که خوانده شد چه کار میشه؟ حجاج، کسانی که توان دارن میتونن برن جبل رحمت، کسانی که توان ندارن هیچ فرقی نمیکنه، داخل خیمه خود نشسته‌اند. عزیزانی که نتوانستن به این مسجد برن، به مسجد نمیره برن، چه کار میشه؟ به داخل خیمه های خود نماز ظهر و نماز عصر به همان قسمی که اشاره شد بخوانن. حاجی در عرفات قرار داره، روز دعایه، روز تضرعه، روز گریه، روز ناله. از هر خیمه‌ای میبینی صدای گریه هست، از هر وادی میبینی صدای اشک، از هر طرفی که نگاه میکنی صدای اینه که یا عفو، یا کریم، یا رحیم. هر کدام میبینی که سیاه، سفید، عرب، عجم با زبانهای مختلف دستای بلند و گریه میکنه، خصوصا و بالاخص لحظه غروب آفتاب روز عرفه. آفتاب که غروب کرد، حجاج حرکت میکنن رو به طرف چی؟ فاذا افضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام. از عرفات که پایین شدی برو رو به طرف مشعر الحرام. مسجد در اونجی، مسجد چی؟ مسجد مشعر الحرام در اونجی. مسجدی که در منا هست به نام مسجد خیف، این مساجدی که در اونجی قرار داره. حاجی میایه در کجا؟ در مزدلفه شب. حالا هر لحظه‌ای که رسید، اول وقت رسید، 10 شب رسید، 12 شب رسید، با مجردی که به مزدلفه رسید، اینجا باز دو نماز رو با هم جمع میکنه، نماز مغرب و نماز عشاء. اول مغرب رو میخوانه، بعدا نماز عشاء رو میخوانه. به عرفات ظهر و عصر به وقت ظهر خوانده میشه، در مزدلفه مغرب و عشاء به وقت عشاء خوانده میشه. حاجی نماز رو که خواند استراحت میکنه، صبح که برمیخیزه بعد از نماز صبح تا افتوزده به مشعر الحرام وقت دعا میکنه. روز نهم خلاص شد، روز چندم رسید؟ روز دهم. مشکلات ترین و سخت ترین روز برای حجاج روز دهمه. چند واجب داره. حاجی حرکت میکنه، اول از مزدلفه میایه طرف منا، میایه جمره میزنه. 3 جمره هست، جمره اولا، وسطا، عقبه. 3 جمره، جمره اولا، وسطا، عقبه. روز اول قبل از ظهر حاجی میایه، اولا وسطا نمیزنه، جمره عقبه میزنه. جمره عقبه زد، دعا میکنه و حرکت میکنه. بعد از زدن جمره واجب دیگری که در این روز هست مسئله هدیه. بعضی حجاج میگه بریم که قربانی کنیم. برای حاجی قربانی نیه، برای حاجی قربانی نیه، برای حاجی هدیه. این هدیه که حاجی میپردازه. اگر قربانی باز داره، باز هم کشور خو وصیت کنه که برای قربانی کنن. در کشوری و در ولایتی و فقیر و مسکین بیشتره و بالاخره بیشتر، اما او هدیه باید در زمین حرم او ذبح بشه. هدیه که ذبح کرد واجب بعدی مسئله حلقه. حاجی دیگه سرخور میتراشانه یا سرخور کم میکنه. تراشیدن گفتیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 مرتبه برای محلقین دعا کردن، خدایا محلقین رم کن، رم بر محلقین داشته باش. دعای رسول الله 3 مرتبه برای محلقینه، کسی که سرخور میتراشه. مرتبه آخر برای مقصرینه. یک دعا برای کسانی که کوتاه. به اینه که علما و فقها میگن که افضلترین و بهترین حلق که کرد تمام شد. آنچه ممنوعاتی که برای حاجی بوده همه چه کار میشه؟ همه آزاد میشه الا همسر. حاجی که همسرش خودیونه، خانومی خودیونه، حالا دیگه این قید انوز گذاشته، لباس بپوشه، عطر بزنه، ناخون بگیره، موهای بدن زائدی که دارم این مرد میتونه از خود دور کنه، همه بالاخره قیودات برداشته شده. اما زن برای اجازه نیه تا زمانی که طواف افاضه، طواف فرض میایه طواف میکنه. بعد از طواف چه کار میکنه؟ میره سعی بین صفا و مروه. طواف و سعی و صفا که شد تمام قیودات برداشته میشه. همسرم برای اجازه داده میشه. نزدیک شدن به همسر هیچ اشکالی نداره، حتی در امود 2 روز دیگه که در منا هست.